سلام، من نیلوفرم، دانشجوی سال اول دندون پزشکی. به اولین ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدین. خیلی وقت بود میخواستم شروع کنم اما هی عقب مینداختمش، ولی گفتم چی بهتر از این که بیام تجربه ترم اول دندون پزشکیمو بهتون بگم. اول از همه پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگه صدام یکم گرفته، به خاطر اینه که هم یه کوچولو سرما خوردم، هم چون اولین بارمه یه کوچولو استرس دارم. از هر چیز همه دانشجوها، یعنی اکثرشون بلا استثنا، وقتی که وارد دانشگاه میشن یا حتی اصلا قبل اینکه وارد دانشگاه بشن، به چیزی که فکر میکنن اینه: خب 6 سال که دندون پزشکیه، 404 ما وارد شدیم، پس تا 410 ما دانشگاه درس میخونیم. معمولا همه بیشتر دنبال نتیجهشن تا حالا طول مسیری که هست، ولی به نظر من باید از طول مسیرم لذت ببری. حالا با آدم‌های متفاوتی که داری آشنا میشی و طرز فکرهای جدید و کلا، حالا نمیگم حتما باید دوست جدیدی پیدا کنی، ولی به هر حال میتونی با یه سری آدما تا یه بازه زمانی همراهشون باشی و خط فکریشون رو ببینی چیه و شاید یه سری وقتا انقدر خوب باشه که ازشون الگو برداری. بیاییم راجع به این یک ترمی که گذروندم و حالا حساباتی که داشت، حال از همه خیالتون رو راحت کنم و نگران نباشید. همه تو بدو یه مقدار گیجن، جدا از این که حالا نمیدونید کلاساتون کدوم، بعدن آروم آروم ریتم میگیرید و نگران این موضوع نباشید. آروم آروم هر چقدر جلوتر برین بیشتر دستتون میاد و اول کار نگران نباشید و زیاد دنبال این نباشید که همه چیز رو بدونید و بدون نقص جلوه کنید. اشکالی نداره، ترم یکی و رفته مسلما همه چی میاد دستتون. یکی از کارهایی که معمولا ترم یکی ها میکنن اینه که میرن راجع به اساتیدی که تو طول ترم قرار داشته باشن پرسجو میکنن، مخصوصا از ترمای بالایی که میشه گفت تقریبا استاداشون شبیه به همه دیگه، حالا چی بشه که تغییر بکنه. و ما هم همین کار رو میکردیم، هم کلاسی همون میرفتن میپرسیدن که مثلا این استاد چجوریه، سختگیره، امتحاناش چجوریه و کلا راجع به این موضوعات. به طور کلی بخوام بگم، رشته دندون پزشکی 6 سال طول تحصیلشه. 2 سال اولش شما کلا علوم پایه و یه چیزای پایه‌ای رو یاد میگیرید دیگه و میشه گفت اکثر مباحثی که دارید با پزشکی ها و کنم پرستاری هم یکی باشه، ولی خب مثلا پرستاری ها و مامایا یه چیزایی که مرتبط با خودشونه رو بیشتر میخونه و کلا این 2 سال رو باید بگذرونی فقط و امتحانش رو بدی و وارد بحث عملیش بشی. و ما تا الان هیچ بحث عملی نداشتیم، فقط داشتیم راجع به بدن و کلیت بدن و بافتا و همچین چیزایی صحبت می‌کردیم، یعنی هیچ چیزی راجع به دندون و این داستانا نداشتیم، مگه اینکه حالا مثلا تو بافت شناسی یه مقدار بهش راجع به بافتاش صحبت شده باشه. این برنامه هفتگی ترم ما بود و همونطور که می‌بینید هم دروس عمومی داشتیم هم دروس اختصاصی و دروس اختصاصیمون کمتر بود فکر می‌کنم توی این ترم، ولی ترم بعدی یه مقدار سخت‌تر میشه. اما اگه بخوام راجع به هر کدوم از این درس‌ها صحبت کنم، علوم تشریح کلا 3 تا بخش داشت. یه بخشش بافت شناسی، آناتومی و جنین شناسی که بافت شناسی بخش بیشترش و مهمترش بود برای ما در ترم 1. درسی هستش که شما وارد سلول ها میشید، ببینید هر کدوم از سلول ها چه ویژگی هایی دارن، اسمهاشون چیا هستش و کلا راجع به ویژگی هاشون رو اینها می‌بینید و یه سری اسمای سلول رو میخونید که حس میکنید از دنیای فانتزی در اومدن اسمشون، مثلا فیبروبلاست، ماستسل، نمیدونم استئوکلاست، استئوبلاست و کلا از این دست اسما که فکر میکنید از دنیای کارتون اومدن بیرون و خیلی هیجان انگیز و باحاله، ولی موقع امتحانشون میفهمید که همچین داستانی یختی. درس بافت شناسی ها اگر که علوم تجربی خونده باشین تقریبا میاد دستتون که چیه، مخصوصا فصل 1 که زیست شناسی 10 داره. فکر کنم گفتار 3 بود برای ما.
برای ما که فکر نکنم دیگه اینقدر تغییر کرده باشه و کلا راجع به بافتا صحبت میکنه و هموناست، ولی خب دیگه بازترش کرده و به جزئیاتش بیشتر پرداخته. کلا بیشتر راجع به بافت و ویژگی هاشون صحبت میکنه. یک فاید عملی هم که داره، شما میرید همون بافتایی رو که خوندید توی آزمایشگاه با میکروسکوپ نگاهشون میکنید و بخش جالبش فکر کنم همینجاست و اصلا به نظر من باید دانشگاه یه جوری پیش ببره که خیلی بحث محور باشه، یعنی اینجوری نباشه که بیان یه چیز آموزش بدن دانشجوها همونا رو بخونن و یه امتحانی برگزار بشه و تمام بشه بره. به نظرم باید بحث محور باشه، اینجوری اصلا هم دانشجو بیشتر ذهنش میمونه و دیگه مثلا بعد اینکه از امتحان بیاد بیرون بذاره کنار نیستش، یه چیزایی تو ذهنش میمونه. رنگامیزی که داشتیم، البته ما رنگامیزی نمی‌کردیم، فقط لامپ‌هایی که بودن رو نگاه می‌کردیم و از قبل لامپ‌ها مشخص شده بود و شما فقط همونها رو می‌دیدید، یعنی محدود بود. رنگامیزی که انجام میدن برای بافشناسی H&E هستش که هماتوکسینین و ایوزین هستش. من اولش که اینو دیدم گفتم اینو کنسرت برگزار میکنه آجی. بعد فهمیدیم نه بابا، اینا یه مدل رنگامیزیه، هماتوکسینین ایوزین. امتحانش چجوریه؟ امتحان بافشناسی ما که تستی بود، 58 تا تست داشت و 12 نه دیگه خدایی 12 نبود، 20 دقیقه نمیدونم 30 دقیقه این حدودا تایم داشت و خدایی هم خوب بود، من راضی بودم ازش. اما آزمون عملی چجوری بود؟ آزمون عملی شما باید میرفتید تشخیص بافت میدادید، یعنی اون لامپ هایی که دیده بودید رو تصویرش رو روی پاورپوینت برای ما میذاشتن، 30 ثانیه فرصت داشتیم تا اونا رو تشخیص بدیم و روی برگه بنویسیمش. قبلا اینجوری بود که میکروسکوپ میذاشتن و خب از روی میکروسکوپ شما باید نگاه میکردی و تشخیص میدادی، ولی خب دیگه دیدن اینجوری سخت‌تر و اصلا تایم نمیرسه و دانشجوها خیلی خطاشون میره بالا. به خاطر همین یک تصویر آماده از لامپ‌ها یا حالا مثلا توی یک سایتی هستش که من براتون میذارمش، این سایت بافشناسی رو خیلی خوب مخصوصا بخش عملیش رو میتونید باهاش پیش ببرید برای کسایی که انشاءالله ترم یک قراره بیان بخونن یا حتی ورودی بهمن هم هستن، خیلی به دردشون میخوره. مثلا استاد دیگه تصویر رو میذاره، شما باید تشخیص میدادید که این بافت مثلا پوششیه یا حتی مثلا این بافت عصبیه، حالا سلولیه. آناتومی دیگه شما وارد دنیای بدن میشید، اما نه در حد سلول، در حد یک ساختمان، یک دستگاه، مثلا دستگاه اسکلتتون، عضلاتتون، ماهیچه‌تون و کلا وارد دستگاه بدن میشید دیگه. و ما توی ترم یک، اینم بگم توی ترم یک کلا دستگاه‌های بدن رو از گردن به پایین خوندیم، چون که ورودی ما یه مقدار دیرتر وارد شده بود به خاطر اینکه حالا جواب کنکور دیر اومد و این داستانا. ما 3 آبان شروع کلاسامون بود، در صورتی که برای ما مثلا 29 شهریور زده بود تقویم آموزشی. همیشه شما برای هر نیم سالتون یه تقویم آموزشی داری که بر حسب اون میتونید حالا حذف و اضافه و این داستانا رو انجام بدید. اول کارون رو بهتون میدن، یه درسی که بهتون ثابت میکنه شما 4 تا سوراخ و از این داستانا نداری داداش، شما حدود نگم برات چقدر سوراخ داری، تکش رو باید حفظ کنید. کلا آناتومی یه جوریه که انگار رفتی پشت صحنه بدن انسان، میبینی که چه آشفته بازاریه و آخرش ولی یه جوری عاشقش میشی که هر جایی درد بگیره سریع تشخیص اشتباه میدی، سریع. آناتومی هم واحد عملی داره، یعنی شما باید برید همونایی که خوندید و تو اسکلت بدن مثلا یا عضلات بدن، بیشتر پزشکی ها میرن روی جسد، ولی ما آخر جلسه یه در حد چند دقیقه رو جسد میرفتیم که اونو واقعیش رو ببینیم، ولی از ما از یه جسد آزمون گرفته نمیشه، فقط از همون مولاژ امتحان گرفتن، مثلا یه قسمت استخون رو مشخص میکنن اینجا کجاش همین. و همین هم سخته ها، فکر نکن راحته. بدنشناسی هم که
باعث شد بفهمیم ما از اول آدم نبودیم، یه توپ بودیم، قلقلی، یه توپ سلولی بامزه. بعد میرسید به قسمت بلاستوسیت که میدونید اینا به 2 دسته تقسیم میشن چون سرنوشت متفاوتی دارن. داداش ما هنوز سرنوشت خودمون رو نفهمیدیم چیه، بیاییم چی بخونیم. گاسترولاسیون هم که برسید سلایه زاینده تشکیل میدن و در صورتی که شما هنوز لایه اول جزوت رو باز نکردید. در کل توی جنین شناسی شما انگار دارید فیلم زندگیتون رو از اول که یه توپ کوچولو بودید مرولا شدید و حالا داستانهای جلوترش میخونید و نصفش رو نمیفهمید ولی نصفش بامزه است. این میشه علوم تشریحتون که باید خوب بخونیدش. درس اختصاصیه، پاس بشید دیگه. شما باید به این توجه داشته باشید اگر ترمتون شروع میشه بیشتر رو اون درسایی تمرکز بذارید که ضریب واحد بیشتری دارن و حالا جدا از اینکه اختصاصی هم حتما هستن ضریب واحدشون بیشتره. الان مثلا علوم تشریح ضریب واحدش 3، یعنی خیلی به معدلتون کمک میکنه. یا مثلا شنیدید میگن عمومی‌ها رو خوب بخونید، خیلی به معدلتون کمک میکنه چون عمومی‌ها یه چیز جمع و جوره. مثلا چند روز مونده به امتحان میتونی جمعش کنی، یه نمره خوب بگیری و معدلت باهاش بهتر بکنی. ولی مثلا اختصاصی‌ها که مقدار زمان بره، باید مرور داشته باشید. از اول بدونید که کدوم درس واحدش بیشتره و اهمیت بیشتری داره، تمرکز بذارید روش و از اون طرف نگران معدلتون نباشید. درباره درسی بخوام حرف بزنم که باعث شد بفهمم بدن من یه کارخونه شیمیایی وجود داره که مدیر عاملش من نمیشم. مثلا شما میخونید این ساختار گلوکوزه، بعد دیویدی یکی شبیه یه نقاشی چگونه گلبگوله ترتمیزه، بعد استاد میگه نه سوخت اصلی بدنته. سوخت اصلی بدن من قهوه است، قهوه. الکی گفتم من فقط چایی یکم چوسی بیام چی میشه. برسید به بحث آنزیمش. اصلا اینا انگار شخصیت دارن، دما بره بالا قهر میکنن، نمیدونم پهاش کم بشه قهر میکنن، یکم تکونشون بدی قهر میکنن. خب داداش تو چجور تو بدن من داری فعالیت میکنی زنده ای؟ من میخواستم بدونم شکلات چرا باعث میشه چاق بشیم؟ اینقدر خوشمزه است این. چرا؟ همین دیگه. من نمیخواستم چربی اشباع و غیر اشباع و ترانس و مرانس ترانس هنوز 3 روز بیشتر ازش یادم نمیاد. اینا تقریبا میشه گفت دروس اختصاصی بودن و مهم بودن. اینم بگم که حتما شب امتحانی نباشید، یعنی شاید پاس بشید ولی بهتون خیلی سخت میگذره، پاره میشید. یه سری دروس عمومی هم دارید، اندیشه که کل کشور باید بگذرونتش و تمدن رو داشتیم دیگه، سلامت دهان و جامعه. الان یه سری دروس عمومی که فقط باید بگذرونیدشون دیگه، به دردتون نمیخوره. یه سری وقتا واقعا به درد نمیخوره. سعی کنید حضور غیاب خوبی هم داشته باشید، شاید نمره گرفتیم. مهمترینش همون درس‌های اختصاصیتون هست و من خودم چون که اطلاعی نداشتم و اصلا یکی از دلایلی که باعث شد بیام ویدیو رو ضبط کنم این بود که یه توضیح کوچیکی راجع به ترم 1 داشته باشیم، بدونیم چجوریه. یادتون باشه هیچ وقت نذارید آخر ترم و قبل امتحان خیلی اذیت میشین و سعی کنید که در طول ترم خلاصه نویسی داشته باشید، مرور داشته باشید که شب امتحان
نزدیک به امتحان همونا رو بخونید. یعنی نزدیک امتحان اینجوری نباشه که شما برای اولین بار بخواید بخونید. خصوص حالا ترم‌های بعدی، حالا ترم یک مقدار مقدماتی، کلا ترم یک یه جوری قرار مثل دیت میمونه و باید یه چیزایی دستت بیاد. قرار نیست کار خاصی بکنی و خیلی هم قرار نیست زحمت آنچنانی داشته باشه برات، ولی سعی کن از همین اول خوب پیش بری. حرف بقیه هم گوش نده که نمیدونم این درس مهم نیست، خودم گفتم فکر کنم. به حرف منم گوش نده. خیلی اصلا زود گذشت و وقتی هم که آخرش بود طبق بیانیه وزارت بهداشت میتونستن بچه ها شرکت نکنن و بعداً تو آزمون جبرانی شرکت کنن. ما مثلا درس جنین شناسی و بیوشیمیمون رو هنوز نداریم. یعنی بیوشیمی اصلا بیوشیمی یک برای ما الان داستانه، اصلا خیلی یه بار کنسل شد دوباره داریم نمیریم و خیلی عجیبه بیوشیمی یک و امیدوارم به خوبی تموم بشه. کلاً برای درس خوندن و این داستان. اما دانشگاه همش درس خوندن نیست، باید تجربه کسب کنی، باید زندگی کنی، باید نگران نباشی، میگذره و واقعا یه چشمم بزنی میگذره. ولی یه چیزم بین خودمون بگم، این 2 سالی که علوم پایه است برای دندون پزشکا یه سری از مباحثش واقعا به درد نخوره. یعنی امیدوارم که روزی که حالا شما دانشجو شدین انشاءالله این حداقل درست شده باشه و خدا دلم نیامد این ویو پشت رو هم نبینین. این جایی بود که من روبرو میدیدم و قاضای خوشگلی هم اومدن، نمیدونم کجا رفتن. امیدوارم که درست شده باشه. واقعا 2 سال خیلی چرت و پرته. یعنی من کتابامو یکی میدید میگفت واقعا شما دارید اینا رو میخونید، یعنی تصوراتشون یه چیز دیگه بود، انگار که همون اول میافتید تو جون دندون. امیدوارم که توی دانشگاه دوستای خوبی پیدا کنید، همراه‌های خوبی پیدا کنید. گرچه سخته ولی امیدوارم پیدا بکنید و زیاد درگیر دوست و اینا نباشید تو دانشگاه. بیشتر تمرکزتون رو خودتون باشه و نمیگم دوستی نداشته باشید. دوست داشتن توی دانشگاه خیلی کمک کننده است، به خصوص که درس‌ها رو با هم پیش ببرید یا مثلا سر کلاس از هم بپرسید تو چیزی فهمیدی؟ بتونم بگه نه آخش پس ایراد از من نیست. من خودم دیدگاه این بود که در بذر ورود فقط مثلا 3 روز در هفته بریم و چند ساعت دیگه و بعد بیاییم خونه دیگه. مثلا اینجوری بودم که خب ما دیگه دانشجوییم دیگه، خودمون باید بخونیم، چون بخش عملی هم که آنچنان نداریم هنوز. و نمیدونم گفتم بخش عملیمون فکر کنم ما دانشکده دندونی آزمایشگاه نداره، باید میرفتیم دانشکده پزشکی. خودش این یه مقدار برای ما سخت بود و با سختی‌های زیادی ترم یک رو گذروندیم و در آخر من برای همه همکلاسیام، برای تک تکشون، چه دخترها چه پسرها، برای تک تکشون آرزوی بهترین ها رو میکنم. امیدوارم که 10 سال دیگه 12 سال دیگه یک جای موفق ببینمشون، جایی باشن که خودشون دوست دارن، اون جایی که حس راحتی دارن و میخواستن که اونجا باشن و من واقعا از صمیم قلبم براشون این آرزو رو میکنم. واقعا یه سری وقتی خودم گریم میگرفت، به هر حال دوری از خانواده هست و یه سری داستان ها هست و وقتی خودم گریم میگرفت به دوستان فکر میکردم که دور از خانواده هم، مثلا کسایی که چندین کیلومتر دورن و مجبورن تحمل بیارن به خاطر هدفشون. واقعا یه سری وقتا تحسینشون میکنم و امیدوارم که به بهترین جاها برسن. امیدوارم. و همچنین شما که دارید میبینید امیدوارم تک تکتون هر کجای این دنیا که هستین
بهترین ها نصیبتون بشه و از ته قلبتون شاد باشید. ویدیو بگیرین و بگید که چقدر از زندگی راضی و خوشحالید. میدونم این روزا هممون یه جورایی درگیریم، یه جورایی ناراحتیم و یه جورایی قصه داریم، ولی خب ما به آینده روشن امید داریم. هیچ وقت امیدتون از دست ندید. و در کل اگه بخوام نظرم راجع به ترم 1 بگم، ترم 1 ترمیه که شما باید مچ بشید با دانشگاه، زیاد درگیر نشید. مرسی که ویدیو من رو دیدید. امیدوارم فرار نکنید تا ویدیو بعدی و اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین، پیشنهادی حتی هم داشتین، خوشحال میشم و تا جایی هم که بتونم توی کامنت ها جواب میدم. اگر هم دیدم جوابش طولانیه و خیلی سوال خوبی بود، میتونم یه ویدیو هم براش ضبط بکنم. دوستتون دارم. خداحافظ. شاید باورتون نشه من دیروز اومدم همینجا، همین نقطه و خواستم ویدیو ضبط کنم و یه پسر کوچولو بچه مثل که گذاشتش و رفت. برو پیش بابات. جان خودم رفت نیلوفر اضافه بودی. خدا خیر. بیا این بچه نگوه. ای باباش داره ویدیو میاد. پسر بیا بابات آمد. بیا بابات اومد. بیا بریم. ای خدا. یه چیپس فروخت ما رو. یه چیپس ما رو فروختی؟ ای نامرد. اصلا دیگه نشد ضبط کنیم و به خاطر اون دوباره فرداش، یعنی امروز اومدیم اینجا دارم به خاطر این ویدیو فقط این همون ویو خیلی خوشگله، مخصوصا این خیلی باحاله. نگران این موضوع نباش. نگران باش. سلام. کودو. این بگیر بشین سر جات. خدا